امروز قراره با کیف لوازم آرایشی دوستم واسه یه دوست دیگه میکاپ کنیم. اینجا من امروز در نقش میکاپ آرتیستم. اینم مدلمه. بزن بریم. یه پرایمر بنفیت که نه لورال داره. نه. واسه کرم پودر آیسان واسم یه دونه دیگه کرم پودر لورال گذاشته. من کیس مناسبی واسه ویدیو انتخاب نکردم. لباس با انگشت. بچه خودش تکون خورد. به من ربطی نداره. نه بخشید. نه بخشید. چه کاملی داره. جوش موشا رو همه رو برد. بیتر به جوش بابات. چه بری خودت یه بیوتی بلندر از وسایلت بیاری؟ بیوتی بلندرمون جور شد. احساس میکنم ترای نات تو لب دارم باش میگیرم. همه خط افتادی خب. کانسیلر کاپرا. بگو بلند. هر کی ازت پرسید میکاپ آرتیستت کی بوده چی میگی؟ دنیا بهادری پودر فیکس. حالا انقدر خندیدی همش خط افتاد. خب اینو بگیر. اینو بده. بدم به تو؟ اونو بده. اینو بگیر. اینو بده. دل میگیره؟ بابا اینا رو نسمن. روژگونه اتود. دماغتو بزنم میارم. درست آرایش کنم. پولم میده انگار درخواست داره. یه تومن بزن به کارتم. هر کی ازت پرسید میکاپ آرتیستت کیه میگی؟ نه. بریم سراغ ریمل. نه اونه کریمله. بالا. موجاش فره، پلکش هم پف داره و اینجوری هم میکنه. یه دونه رژ لب برام اون دوستم گذاشته که این دوستم میگفت خیلی بوی خوبی میده. واقعا هم بوی شکلات میده. آقا من مدلم تکمیل شد. توی 2 مرحله برام بنویسین ویدیو بعدی با کی باشه و اینکه از 1 تا 10 به این میکاپ خفن خداییانه مولتی میلیاردریان چند میدین؟ من شوشو خراب کرد. دروغ نگو. میذارم. لایک کامنت سابسکرایب فراموشتون نشه. فعلا. چه دیدی؟